لب خانم گفتم یارم اومد همین چرا رنده دار؟ سلام، چرا اینجا نشستی؟ علی جای افتیدم علی غلط کرد. به به علی خانم، امروز چقدر دیر اومدیم. بازم خوبه حواست هست دیر اومدم یا زود اومدم. خاک بر سرت کنم. امروز زودتر از همیشه ناسلامتی من اومدم. حالا چرا عصبی هستی پری جون؟ صبح تا حالا به خدا از خماری دارم میمیرم. خب بمیر، به درک، به جهنم. از صبح تا حالا کار گیرم نیومده. هی برو خونه این التماس کن، هی برو خونه اون التماس کن که چی؟ بیانم تو کثافت آشغال دود کنی بره هوا؟ بمیری الهی. پری جون مادرت اذیت نکن. کارتتو بده من، خواهش میکنم کارتتو بده من. تو کارتم هرچی بود خب رفتم این سیب زمینی پیاز خریدم که بدم تو کوب کنی. غذای ما شده سیب زمینی پیاز، سیب زمینی پیاز و تو کثافت بخور یا دود کنی. پری نکن پری، صبح تا حالا خمارم پری. کارتتو بده جون مادر، کارتتو بده پری جون مادر. طرف من نیا یا میزنم تو دهنت که دندونات خورد بشه. چیکار کیف من داری؟ بده به من کیف رو چون بده به من. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سود و کور. توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت بیار و مرد باش. پری جون دورت بگردم، به خدا جبران میکنم. تمام محبت رو یادم میمونه. لازم نکرده تو جبران کنی. همه دار و ندارم و فروختی. زندگیمو به باد دادی. هر روز در خونه این و اون دارم گدایی میکنم که چی؟ که تو رو داشته باشم. 20 ساله دارم باید زندگی میکنم. چرا؟ نمیتونستم برم جداشم. چرا؟ چون دوست داشتم. چون میخواستم بالا سر کنم. اما نگاه کن، اینه حال روز زندگی من. با این کار امروزه 2 روز دیگه منم رو میفروشم. حسنه خوش. پری تو تمام زندگی منی پری. به خدا همچی میفروشم تو رو نمیفروشم پری. دست گذاشتی میفروشم کسافت کنم پری. رفیق من سنگ صبور غمها، به دیدنم بیا که خیلی تنها. هیچی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی